سلام رفقا، خسته نباشین. امروز اومدیم طریقه آموزش دیلیت اکانت تلگرام به شما آموزش بدیم. نگفتن من دوستا، وقتی میخوای این حرکت رو بزنی هرچی معلومات تو اون اکانت داری حذف میشه، کانالی داری، گروهی داری یا هر معلوماتی داری حذف میشه. خب ما میریم رو کارمان، میزنیم رو گزینه تلگرام. من میخوام این اکانت خود حذف کنم. بریم قسمت تنظیمات. خب اون پایین پرسش های متداول تلگرام رو این گزینه کلیک میکنیم. خب قسمت پایین خب حساب کاربری شما، حذف حساب تلگرام رو این گزینه کلیک میکنیم. بعضی سوالات پرسش های میاد. خب اینا رو شما خواستین بخوانین. خب میریم رو اصل مطلب. دوستان توجه کنین رو گزینه صفحه غیر فعال سازی، این گزینه رو پیدا کنین. کلیک اینجا از ما شماره میخواد، همون شماره ای که ما روش اکانت نصب داریم. خب من میخوام شماره رو بزنم. خب دوستان گفتن منه هر کشور سی اون کد ازتون میخواد. 098 من ایرانم. شماره خود وارد میکنم. خب رو گزینه نکس یک کد از من میخواد. دوستان نگفتن منه این کدی که از ما میخواد پیامک نمیکنه، اینو میفرسته. یک کپی میکنیم، اینجا پیستش میکنیم. خب این تیکه مهم نیست اگرچه فعال کنید، چون ما دیگه کلا میخوایم این اکانتمون رو دیلیت بزنیم. این گزینه کلیک میکنیم، منتظر بمونیم. خب از ما چون سوالی میپرسه چرا، دلیلش چی هسته اینا. خب اینا مهم نیست. ما روی این گزینه دیلیت مای اکانت، این آخرین این اخطاری به شما میده. آیا میخواید واقعا اکانت خود حذف کنین، دیلیت اکانت بزنین؟ شما میگین یس، رو گزینه قرمز بزنید دیگه تمامه. دوستان ما نمیخوایم فعلا این اکانت خود حذف کنم، فقط خواستم ویدیو پر کنم برای شما آموزش بدم.